سلام، خوش اومدین به اولین ولاگ من در سفر به روستای امرودک. وسایل‌ها رو آماده می‌کنیم. یه سری وسایل کوچیکی لازم داشتیم، بقیه رو خانواده برداشتن. ما یه گاز و یه دونه لگن برداشتیم، یه پتو خانومم برداشتش. سوار ماشین داریم میشیم و حرکت کنیم بریم دنبال مامون. اینجا هم که کوچه ماست پر از درختای سرسبز و خوشگله. وارد بلوار شاهنامه میشیم و تا انتهاش میریم و میرسیم به یه دونه میدون رو دور میزنیم به سمت چپ و به سمت روستای گوارش حرکت میکنیم. امروز یکم سرماخوردم هستم و صدام گرفته، ولی خب با همین صدا سعی میکنم که آدرس رو بهتون برسونم. توی راه آمدیم این مرغا رو ببینیم و سوپرمارکت یه سری خرت و پرت بگیریم. اینجا از روستای گوارش عبور میکنیم و میریم به سمت روستای آبقد. اینجا هم یه جاده قشنگی داشت، گفتم براتون فیلم بگیرم بذارم. بعد از اون به مسیر کویر مانند و خشک میرسیم که پشت اون کوها روستای آبقده. این هم روستای آبقد. این ورودیشه، همجوری حرکت میکنیم مستقیم و میرسیم به روستای تلقور. یه مسیر خاکی داره، از اون هم عبور میکنیم به سمت روستای امرودک. خب این جاده امرودکه، این هم تابلوشه دیدین. میرسیم به منظره خوشگل، یه رودخونه قشنگ که انتهای این رودخونه به آبشار وصل میشه که ما به خاطر اینکه سهم خورده بودم و حالا نداشتم نتونستم برم، ولی خب عکساشو انتهای ویدیو براتون میذارم. این منظره پاییزی برای گرفتن عکسای خوشگل. پیشنهاد میکنم حتما یه روز جمعه پاشین با خانواده بیاین، بهتون حتما خوش میگذره. اینجا هم یه دونه اسب بود که از ویدیوش گرفتم. یه چایی زدیم بدن گرم شدیم و آماده شدیم برای نهار. اینجا هم گوسفندا داشتم میرفتم برای چرا و در انتها یه مراسم ختم سورون بود که از مراسم قدیمی این روستا است. این هم منظره زیبا و سرسبز و آبشار امرودک تقدیم شما.